گفتیم با این پول زکات چه کار کردی؟ گفتن 2 تا کار بزرگ انجام دادیم. بزرگترین بیمارستان خیریه‌ای چه مدرن و مجهز کلالامبور رو چه درست کردیم تو قلب کلالامبور. ورودیش 200 رنگته، بیمارستان مجهز و مجلل. از اون نگهبان دم درش تا خدمتکارش تا رئیس بیمارستان همه مؤمن و متدین و خداترس و دارای اخلاق عالی اسلامی. میگو بیمارستان های خصوصی دیگه هست که ورودیش 700 رنگته ولی اینجا 200 رنگته برای مسلمان و غیر مسلمان. یک کار بزرگ با صندوق زکات. اما کار دوم میگفت یک کالجی، یک دانشگاهی راه اندازی کردیم، 8000 دانشجو تو اون دانشگاه رو همین صندوق زکات دارن درس میخونن و قرار شده تا 2020 آمار دانشجوها به 20000 نفر برسه. بزرگان بنشینن با هم دیگه این صندوقهای بزرگ رو تشکیل بدن، راه اندازی بکنن، از دانشجوها حمایت بکنن، از ایتامشون، از فقراشون. مبادا کسی بیاد با یه دست لباس منحرفشون بکنه. تو انتخابات معمولا این چیزا میبینیم، به خاطر که رأی مردم مصادره بکنن یه دست لباس ورزشی برای یک روستا رأی میگیره میره تا 4 سال دیگه نمیاد. دیگه کسی به چشم نمیبینید. هر چی داد میخوای بزن، صدات هم به جایی نمیرسه. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. ما نیاز به این خیر داریم. بعضی فکر میکنن این 1/40 که خارج میکنن این کمک به فقیره. در حقیقت خودت فقیری، این کمک به خودته. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده انسان مسلمان روز قیامت وقتی آفتاب میاد رو سرش یک وجب، زیر سایه چتر صدقشه. روزی پیامبر گوسفندی صلی الله علیه و سلم ذبح کرد، با ام المؤمنین عایشه داد رضی الله عنها، گفت اینو در راه خدا تقسیم بکن بین فقرا همسایه ها. 1 ساعتی رفت بیرون، برگشت گفت زن گوشتا چه شد؟ چه کار کردی با گوشتا؟ گفت یا رسول الله گوشتا همش رفت، یه دستش مونده. تو سینه نگاه بکن. گفت نه بگو همش رفت، همش مونده، 1 دستش رفته. گفت اینو بگو، اونایی که در راه خدا تقسیم کردی همش مونده، 1 دستی که برای خودمون گذاشتی رفته. خیر یعنی این، هرچی انفاق بکنی موندگاره. برای خود سرمایه گذاری کردی، هم در دنیا هم در آخرت. خب امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی به من توفیق بده که بهترین گوینده باشم و بهترین عمل کننده به گفتهام. بگید آمین. و به شما شنوندگان عزیز بهترین توفیق بده که بهترین چیزها و خوبترین چیزها رو بشنوید، بهترین مستمع و بهترین عمل کننده باشید. جا داره این حادثه تلخ و سختی که بر کل مردم عزیز کشورمون گذشت و چند روز گذشته، یک حمله تروریستی که جان تعدادی از شهروندان عزیزمون، برادرها و خواهرامون رو گرفت. این حرکت کور و ناجوان مردانه، اونم در روز رمضان، در ماه مبارک رمضان، افرادی که برای پیگیری مسائل مردم، خصوصا اون خانمی که نمیدونم از لرستان بود، رفته بود مجلس که با نمایندش صحبت بکنه، پیگیری بکنه مسائل مردم و مشکلی از مشکلات مردم حل بکنه. اینطوری ناجوان مردانه در روز روشن در ماه مبارک رمضان به شهادت رسید. جا داره تسلیت بگیم به همه مردم عزیز و دوست داشتنیمون و همه بازماندگانشون
و از خداوند صبر و بردباری تقاضا بکنیم در ماه صبر و بردباری، و برای اون عزیزانی که به درجه شهادت رسیدن، علو به درجات و مقبولیت نزد خداوند، قطعا با دهان روزه بودن که به شهادت رسیدن و خدا بهشت فردوس رو نصیبشون بکنه. فرقی نمیکنه تروریست چه شیعه باشه، چه ایرانی باشه، چه سنی باشه، چه عرب باشه، چه عجم باشه، چه مسلمان باشه، چه غیر مسلمان باشه. هر کسی که جان انسانی بیگناه بگیرد، خشم خدا و فرشتگان خدا و کل خلق خدا بر اونهاست. خداوند در سوره مائده داستان قابیل و هابیل رو مطرح میکنه در آیات 24-25 اگه اشتباه نکنم تا 31 و 32 که اینطوری شروع میشه این داستان: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتل علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقین. همجور ادامه میده تا به آیه 31 و 32 میرسه که خداوند میفرمایند من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا. اولین قتلی که در روی زمین رخ داد توسط قابیل بود که برادرشو کشت. خداوند از اونها تقاضای قربانی کرد، تقاضای این کرد که انفاق بکنن. هابیل رفت گوسفند داشت، گله داشت، رفت بهترین گوسفند رو گرفت تقدیم خداوند کرد. خداوند مهر قبول بلش زد و به درگاهش قبول کرد. و اما قابیل بخیل بود و حاضر نشد قربانی دوست داشتنی و عزیزی رو تقدیم خدا بکنه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز به نیکی و نیکوکاری نمیرسید مگر اینکه از اون چیزهایی که خیلی دوست دارید صدقه بدید و تقدیم خدا بکنید. بعضی از عزیزان وقتی میخوان زکات مالشون بدن، جنس هایی که تو انبار مونده، فروش نمیره، تاریخش گذشته، استوک شده، از کار افتاده، چه حساب میکنن این تن زکات به فقرا میدن. خودمون رو گول نزنیم. این داستان قابیل و هابیل چند تا خوشه گندم پوسیده غیر مرغوب آورد تقدیم خدا کرد، خدا ازش نپذیرفت. نسبت به برادرش حسادت ورزید. حسادت اگر قلبی باشه تا زمانی که عملی نشده شاید نتیجه های بدی نده، هرچند که طرف خودخوری داره میکنه، ولی اگر که این حسادت به اوج رسید و طرف بی‌طاقت شد، اقدام به جنایت های بزرگ میکنه، از جمله قتل. اینجا دیگه چشم قابیل کور شد، پرده کشیده شد جلوش و به برادر تنیش گفت. اون موقع بگه جمعیت دنیا چند نفر بود؟ پدر و مادرش بود و هابیل و قابیل اگه یکی دو تا خواهر هم داشتن. تصمیم گرفت که برادرش رو به قتل برسونه و به قابیل گفت که میکشمت. گفت اگر تو دست دراز کردی که منو به قتل برسانید، من این کارو نمی کنم. منم میتونم بزنم، منم میتونم مقابله بکنم، ولی ترجیح میدم که مظلوم باشم و ظالم نباشم. دست رو برادرش بلند نکرد، ولی گفت بدون که به گناه من و گناه خودت همه رو باید حمل بکنید و تقبل بکنید. و شیطان اونو وسوسه کرد و حسادتش رو عملی کرد و برادرش رو به قتل رسوند. چون اولین قتل روی زمین بود پشیمان شد و نمیدونست چه کار بکنه با این جنازه برادرش. جنازه برادرش بعد از قتلش به دوش کشید، پریشان بود، سرگردان تو صحرا میرفت، نمیدونست با جنازه برادرش چه کار بکنه، تا اینکه خداوند دو تا کلاغ فرستاد در انظار چشمانش، در مقابل چشمان قابیل، همطور که برادرش رو هم کرده بود، با همدیگه جنگیدن. یکی از این کلاغا دومی رو کشت
و بعد با منقارش چالی رو ایجاد کرد، بعد اینطوری کشید، اون کلاغ مقتول رو برد تو چاله و خاک روش ریخت. بعد قارون مثل این که بیدار بشه گفت یعنی من عاجزتر از این کلاغم که برادرم رو بتونم دفن بکنم؟